با امر پیشوا با دعای پدر و مادر با خواهش دین امروز صدها جوان خطرانی دست به دست همدیگر پشت به پشت همدیگر نهاده عزم دارند که به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده دیوار تاجیکستان بگردند و چنانکه که شما می‌بینید امروز این جوان وطن‌دوست و وطنخواه از نزد کمیسریات حربی ولایت تا به میدان ورزشی دانشگاه دولتی باختر در دست شعار آوازه‌ها گرفته بار دیگر ثابت می‌سازند که آنها واقعا هم جوانان وطن‌دوست این ملتند و واقعا هم دیوار تاجیکستانند. یکمی اپریل سال جاری در ولایت ختلان معرکه دعوت بهاروی جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با نتیجه نظررس آغاز گردید. طبق اطلاع مسئولان کمیسریات‌های حربی نقشه دعوت در روز اول 100% اجرا شده جوانان زیاد با حس بلند وطندوستی برای ادای خدمت حربی سفربر گردیدند. ذکر باید کرد که چنین نشان دهنده بلند بار چهارم است که در دوران صاحب استقلالی کشور در ولایت ختلان به قید گرفته می شود. این دستاورد از سطح بلند آمادگی جوانان، افزایش احساس وطندوستی و نتیجه کارهای منتظم تربیوی و فهماندهی میان اهالی به خصوص جوانان شهادت می‌دهد. ما همی خرسندیم که مقصد خدمت حربی وطن ملت بگذار حمایت وطن پاسبان همچون یک پاسبانی کنند. همه رفتیم خدمت برای همه وطن حمایت کنند. خرسند می‌له رفته سیم خدا همه را همی خرسنده و بودی ترجیح دولت خودش یک دولت های خودش. با مناسبت اجرای پوره نقشه دعوت در روز اول در مرکز مأموری ولایت ختلان شهر باختر راهپیمایی با شکوه و چهاربینی تنتنوی برگزار گردید. در این چهاربینی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، نمایندگان ساختارهای نظامی، فعالان جامعه، پدر و مادران و جوانان اختیاری اشتراک نمودند. نودوچهاندگان از نزد کمیسریات حربی ولایت با پرچم‌های دولتی، شعارهای وطندوستانه و روحیه بلند به سوی ورزشگاه دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو رهسپار شدند. در راهپیمایی صدها نفر جوان اختیاری اشتراک نموده آمادگی خود را برای حفظ استقلالیت، امنیت و مرز عبومی کشور نشان دادند. در ورزشگاه دانشگاه مراسمی با تنتن گسل نوسکران برگزار گردید. رئیس ولایت ختلان داوطعلی سید ضمن سخنرانی نودوچهاندگان را تبریک گفته تاکید نمود که خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان یکی از مرحله‌های مهم حیات هر یک جوان به حساب می‌رود. با گفته او خدمت حربی مکتب شجاعت، متانت، مردانگی و صداقت به وطن بوده جوانان در این مکتب روحیه بلند مسئولیت شناسی و انتظام حربی را می‌آموزند. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان با آماده باشی برای سفر نمودن به خدمت حربی 100% نقشه پیشبینی نموده را تشکیل می‌دهد. احسن و یک جهان سپاس به شما جوانان بانند و ناموسی ولایت و پدر و مادران بزرگ ملت. سلامت باشید. پس از سخنرانی ها مراسم عنعنوی نانگزان برگزار شد. مادران با احساس افتخار فرزندان خود را برای ادای خدمت مقدس حربی گسیل نموده با آنها دعای خیر و آرزوهای نیک بیان کردند. قسمت دیگر چهاربینی امروزه را چهاربینی فرهنگی تشکیل داد. هنرمندان ولایت تا چند توانستند سرود ترانه‌های ترانه‌گر وطن مادر را زمزمه کردند و سربازان طور مشاهده میشد با چهره باریده می‌باریدند و افتخار می‌کردند که امروز آنها به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل می‌شوند. نبیجان شهدابزار، منورشاه ظفر، رمضان میرزامیدین، صبر نایدرگی و روزنامه ختلان.